سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین. حالا امروز قراره که مسیر فولجی دانزویو رو برای تست شبیه سازی بکنیم و نکاتی اگر داره خدمت دوستان بگیم به زبان فارسی، چون بعضیا زبان انگلیسیشون خیلی قوی نیست. من تصمیم گرفتم که برای که هموطنان عزیزم بتونن استفاده کنن از این ویدیو به زبان فارسی، این ویدیو رو رایگان بسازم و در اختیار شما عزیزان قرار بدم. میریم که با هم شروع کنیم. خب اولین چیزی که شما باید بدونین، شما میاین توی پارکینگ شما رو دار پارک میکنین، جیوانتون باید همراه آجیتون هر کدوم که دارین همراهتون باشه. میاین تو مرکز ساین این میکنین، آفیسر میاد اسمتون رو میپرسه، تاریخ تولدتون رو میپرسه، راهنماهای سمت چپ و راست رو امتحان میکنه، چراغ ترمز رو امتحان میکنه، بوق رو امتحان میکنه، میاد بغل دست شما میشینه. شما خوب از قبل آماده این، آینه رو تنظیم کردین، کمربند رو بستین، قوانین راهنمای رانندگی یه بار براتون مرور میکنه، از شما یه امضا میخواد. مهمترینش هم اینه که شما باید بدونین که در واقع جهت‌های چپ و راست و اینا رو با گردنتون، با سر و گردنتون نشون بدین، با چشماتون قبول نمیکنه. مهمترین چیز اینه، بقیه‌اش قوانینه. دوستانی که اصلا زبان انگلیسیشون خوب نیست اصلا نگران نباشن، هیچ چیزی لازم نیست شما بگید. شما فقط از تنها سوالی که باید جواب بدین اسم و فامیلتون و تاریخ تولدتون، دیگه اونم تمرین میکنیم. بعدش که همه چیزو گفت، یک کلمه هم لازم نیست صحبت کنین، همین فقط بهش بگید اوکی کفایت میکنه. خب وقتی که بهتون گفت میک رایت، حواستون باشه که اول انقدر مستقیم بیاین جلو که شونه هاتون برسه به سپر دوتا ماشین بغل، که بتونین دو جهت رو چک بکنین، هر جهت چپ، جهت راست، شولدرتون رو ببینید و بپیچید. یادتون باشه سرعت اینجا 15 تا 20. خب یه استوپ اینجا دارین، استوپ ساینی نیست، فقط یه استوپ احتیاطی. اگه از چپ و راست خبری نیست، شولدرتون رو میبینید و میپیچید. خب استوپ بعدی یه استوپ رگولار هست یا فریب اصلی. حتما بعد پشتش 3 ثانیه توقف کنین و سه جهت رو ببینین، چپ مستقیم، راست که آبر نباشه. وقتی نبود ماشین رو رول میکنین جلو. حالا دو جهت رو برای ماشین نگاه میکنین، باز از هر طرف 120 متر ماشین نبود و ایمن بود. شولدرتون رو میبینید و میپیچین به سمت چپ. خب سرعت اینجا 30 هستش، حواستون باشه از اینجا تا اولین چهارراه سرعت شما 30. خب یه استوپ ساین سر راهتونه. این استوپ آلوی هستش، استوپ آلوی هم که قبلا با هم صحبت کردیم. ایست کامل، دیدن سه جهت، 1 2 3 4 روبرو و حرکت میکنیم. اگر این 1 دقیقه اول یه ذره استرس گرفتین، یه ذره نمیدونم راهنمایی نزدین، اینا از نظر اونا قابل قبوله، چون اونا میدونن که شما استرس خواهین گرفت. مهم اینه که سرعتت بعد 30 باشه تو این مسیر، اینو باید شما در نظر داشته باشین. دیگه اینجا تقریبا شما به خودتون اومدین. خب این استاپ ساین بازی استاپ رگولار بهتون میگه میک رایت. دوباره استاپ کامل. استاپ کامل که میگم خدمتتون یعنی ماشینتون هیچ تکونی نباید بخوره، یعنی بلاک بکنید پاتون رو ترمز. چپ راست مستقیم، چون استاپ رگولار یک کوچولو رولش میکنین، از سمت چپ ماشین نمیاد. خب حالا 4 شولدرتون رو میبینین و میپیچین. خب اینجا محل عبور آبر پیاده است، مواظب باشید. اگر آبر پیاده اومد براش توقف میکنین، اگر نه به مسیرتون ادامه میدین. این 4 راه بهتون میگه میک رایت، راهنما میزنین، آینه و شولدرتون رو میبینین، میایین تو این لاین سمت راست. خب چرا باید این کارو بکنیم؟ همه عزیزا میگن که ما داریم مستقیم میایم تو یه لاین، چرا باید این کارو بکنیم؟ این قانونه دیگه. شما از یه لاین میایین وارد 2 لاین میشین، حتما بعد راهنما آینه شولدرتون رو بزنید. خب اینجا چراغ قرمزه، حتما استوپ 3 ثانیه کامل پشت چراغ قرمز و دیدن سه جهت برای آبر. رول میکنیم جلو تا 120 متر ماشین نبود، شولدرمون رو میبینیم و ایزی میپیچیم. خب سرعت اینجا تا 2 3 تا 4 راه آینده 50 هستش. من توصیه میکنم که تو این قسمت، چون تو قانون جیفور شما هر چند ثانیه، حالا هر 10 ثانیه بعد آینه‌هاتون رو نگاه کنید، ولی حالا هر 10 ثانیه که نه، ولی خب هر موقع که یادتون اومد یا هر 1 دقیقه یه بار، 2 دقیقه یه بار، 5 دقیقه یه بار یه نگاهی به آینه‌هاتون بندازید، چون دیگه نکته‌ای اینجا نداره در واقع تا اون 4 راهی که می‌خوایم ما بپیچیم به راست. فقط نکتهش اینه که 1 سرعت 50 است، 2 4 راه‌ها رو که رد میشینی اسکن بکنین، 3 کنترل سرعتتون رو داشته باشین.
خب سرعت باید 50 باشه. خب دیدین یه سرپایینی داشت، شما باید حواستون باشه تو سرپایینی سرعت بالا میره، با ترمز کنترل کنین سرعتتون رو، دوباره سربالایی میشه یه کوچولو گاز بدین. امکان داره اینجا بهتون چنج لین بده، امکان هم داره نده، این حالا بستگی به اون آفیسر داره. خب چراغ روبرو سبزه، سرعتمون رو کم نمی کنیم، یه اسکن میکنیم. توصیه میکنم که اسکن رو خود چراغ انجام بدین، شما نمیخواد ماشینا رو نگاه کنین، چون اگر چراغ یه وقت ماشینا رو نگاه کنین حواستون پرت بشه، چراغ زرد و قرمز میشه، شما اون رو نمیبینین و به خاطر یه اسکن که خیلی هم مهم نیست یه وقت چراغ قرمز و یا چراغ زرد رو رد میکنین. خب change lane to the left when safe، راهنما رو میزنین، آینه و شولدر رو میبینین. با ماشین روبرو باید 2 تا ماشین، با ماشین پشت سر تقریبا 2 تا ماشین فاصله داشته باشین که یه چنج لین سیف رو انجام بدین. یادتون باشه توی چنج لین سرعتتون رو نباید کم کنین، تو اون مسیری هم که هستین نباید توقف کنین، بعد به مسیرتون ادامه بدین، راهنما رو بزنین. فرشته نجات شما توی چنج لین راهنماست. وقتی شما راهنما رو میزنین در واقع ماشینای عقبی متوجه میشن که شما میخواین تغییر جهت بدین، تغییر لین، چنج لین بکنین، اونا به شما اجازه خواهند داد. خب بعد از این چهارا چنج لین تو the right when safe. نکته بعدی چنج لین، نگاه کنین چقدر قشنگ. آها بسیار سیف و عالی. 2 تا ماشین بین جلو فاصله بود با ماشین جلویی، 2 تا ماشین هم با ماشین پشتی فاصله داشتیم. چنج لینمون ایمن و عالی بود. یه نکته میخوام خدمت دوستان بگم که چنج لین داخل وسط 4 راه سیف نیست، یادتون باشه. یعنی اگر شما چنج لین خاص شما وسط 4 راه بودین یا مثلا 3-4 متر قبل از 4 راه بودین، راهنما رو میزنین، 4 راه رو رد میکنین، بعد شروع میکنین نگاه میکنین، هر موقع سیف بود چنج لینتون رو انجام میدین. من تصمیم گرفتم این ویدیو رو بگیرم برای دوستانی که حالا یه مقدار زبانشون ضعیفه و این ویدیو به شما کمک میکنه که یه حدودی از مسیر شبیه سازی هستش که داریم ما انجام میدیم که با تمرین بیشتر موفق بشین امتحان جیفور رو قبول بشین. نکته دیگه میخوام خدمت عزیزان بگم اینه که شما بعد باهوش باشین تو این امتحان. زمانی که قرار احتیاط کنین احتیاط، زمانی که مثل استوپ کامل پشت استوپ ساین و چراغ قرمز و کنترل سرعت، و زمانی که قرار جسارت و مهارت رانندگیتون رو نشون بدین تو هایوی و تو چنج لینا، بتونین خیلی محکم، خیلی استوار، بدون استرس سرعتتون رو تو هایوی به 100 برسونین یا تو چنج لیناتون ترس نشه. خب این 4 رو میریم دست راست، فلش سبزه، یه شولدر رو میبینیم میپیچیم. زمانی که فلش برای شما سبزه یعنی جهت‌های دیگه ماشینا قرمز هستن و عابر پیاده هم قرمزه. خب اینجا سرعت میشه 60. سرعت 60 رو میرین. ممکنه دوباره اینجا ازتون چنج لین بخواد، همون موارد رو رعایت میکنین. خب یه چنج لین تو the left when safe، مواظب باشین سرعتتون بالا نره، مواظب باشین سرعتتون پایین نیاد، مستقیم راهتون رو ادامه میدین. سرعت 60 هست. خب چنج لین تو the right when safe، راهنما، آینه و شولدر، فاصله با ماشین روبرو اندازه، برمیگردین تو لین خودتون. آینه ها رو نگاه میکنین، چارا رو اسکن میکنین. خب همونطور که میبینین سرعت اینجا میشه 80. تابلوی سرعت رو که دیدین سرعتتون رو میرسونین به 80 با توجه به ترافیک، چون ممکنه که ترافیک این اجازه رو به شما نده، ولی ترافیک الان روونه، یعنی ما الان داریم سرعت 79-80 رو تجربه میکنیم. این نکته هم باید خدمتتون بگم، موقعی که شما دارین رانندگی میکنین یه ماشین راهنما میزنه اینجوری، شما باید اجازه بدین که اون ماشین بیاد داخل دیگه، چون داره چنج لین میکنه، شما باید بهش اجازه بدین. تو امتحان هم باید این رو رعایت بکنین.
اینو میخواستم خدمتتون که موقعی که دارین درایو میکنین و رانندگی میکنین حتما باید فاصله ایمن شما با ماشین جلویی به اندازه 2 تا ماشین هستش. یعنی باید 2 تا ماشین عقب‌تر میدونین. دوباره یکی دیگه داره میاد تو لین، ما ترمز نمی‌کنیم ولی پامون از رو گاز برمی‌داریم که سرعتمون کم بشه. خب رایت راهنما رو میزنید، مجدد رایت میریم فوروان وست. سرعت اینجا داره میگه که 70، تابلوی زرد قانون نیست، در واقع پیشنهاده. همیشه شما تابلوی زرد رو که دیدین 10 تا بالاتر میرین. حالا راهنما رو به سمت هایوی برمیگردونین با توجه به ترافیک. اگر ترافیک نیست سرعت باید به 90-95 برسه که شما برین توی هایوی. سرعت رو به 95 میرسونین، نگاه میکنین هایوی، اگر ایمنه میرین توی هایوی. عالی بود. وقتی وارد هایوی شدین قانون دوم، چون ترافیک اینجا سرعتش 100، اسپید لیمیت 100، حتما باید شما سرعت 100 رو برید، بازم با توجه به ترافیک. change lane to the left when safe، یه change lane اینجا بهتون میده، بعد فاصله را رعایت کنین، مواظب ماشین پشت جلو باشین، change lane کنین. حالا ببینین جلوتون خالیه، حالا 100 تا بعد برین. اینجا اون قسمتی بود که خدمتتون گفتم دیگه جسارت رانندگیتون رو باید بهش نشون بدین. موقعی که ایمن بود بعد ایمن باشه، موقعی که استوب می‌خواستین بکنین پشت چراغ قرمز استوب این کارو کردیم، ولی الان که دیگه جلومون بازه با توجه باز به ترافیک change lane to the right when safe. یه چنج لین سیف عالیه دیگه. خب سرعت اینجا 100، ما با ماشین جلوییمون چون داره 90 تا میره 2 تا ماشین فاصله رو رعایت میکنیم، بیشتر از اینم نمیتونیم بریم. اگر جلومون خالی بود ما سرعت 100 رو بعد به اون آفیسر نشون بدیم که ما ترسی نداریم که تو هایوی با 100 تا سرعت حرکت کنیم. ولی وقتی که ترافیک اجازه نمیده 2 تا ماشین با ماشین روبروی فاصله‌مون رو نگه میداریم. خب اینجا بهتون میگه میک رایت، شولدرتون رو میبینین، یواش یواش پاتون رو گاز بر میدارین، قبل از پیچ سرعت رو میکنین 70، شولدرتون رو مجدد میبینین، خط سفید رو نباید با ماشین از روش رد بشین، میایین تو قسمت نقطه چین. دیگه سرعت اینجا فکر کنم حدوداً 50 باشه. خوبه یه سرعت ایمنی که خودتون تجربه رانندگی دارین. دیگه کسی که فول جی میخواد بده یعنی تجربه رانندگی داره. خب اینجا بهتون میگه رایت، چراغ سبزه، سرعت رو کم میکنیم، آبر نیست، زودتر شولدرمون رو میبینیم، با سرعت 20 تا که سرعت ایمن هست میپیچیم توی لاین خودمون. حتما وقتی شما چراغ سبز رو به سمت رایت یا راست دارین میپیچین، نزدیکترین لاین رو باید انتخاب کنیم و داخل اون بپیچیم. خب دیگه سرعت از اینجا کلا میشه 50 تا آخرین چراغی که ما به سمت راست میپیچیم. چراغ زرده، استاپ میکنیم. یه نکته دیگه این مسیر حالا ممکنه که اگر شما بیاین داره اینه که یه تابلو روبرو شما میبینین، تابلوی زرد رنگه، به شما میگه اینو تو جیوان خوندین، البته به شما میگه که لاین روبرو داره بسته میشه. خب وقتی که چراغ سبز شد بازم از راهنما برای چنج لین خودتون کمک میگیرین. به محضی که چراغ سبز شد راهنماتون رو میزنین، به مسیر خودتون ادامه میدین تا قبل از اینکه این لاین بسته بشه یک چنج لین سیف انجام خواهیم داد. اینو یادتون نره. تقریبا الان مشخص شده یه جورایی که شما قبول شدین یا نه برای این آفیسر. یه توضیح دیگه من خدمتتون بدم دیگه. اشتباه کوچیکی کردین توی این مسیر، فکر نکنی که دیگه کار تموم شده است جایی. ممکنه که اون یه تذکر به شما داده باشه، ممکنه که یه اشتباهی باشه که قابل چشم‌پوشی باشه. پس اگر یه اشتباه کوچیکی کردین در واقع تمرکز خودتون حفظ کنین، استرس نگیرین، نگران نباشین. خب چراغ سبز شد، بابت حرکت کنیم. سرعت ما 50، اینم همون تابلوی زردی است که خدمتتون گفتم. راهنما رو میزنین، به مسیرتون ادامه میدین. عجیب بود این ماشین با این حرکتی که کرد. خب یه گاز بدیم، چنج لین کنین. چرا باید الان یه گاز بدیم تو چنج لین؟ بهتره اینو براتون توضیح بدم. ببینید وقتی که شما دارین توی مسیری میرین و قرار چنج لین کنین، اگر ماشین پشت سری شما سرعتش کمه و شما میخواین برین جلوی اون ماشین، فاصلتون باش کمه، بهتره که یه گاز بدین و در واقع فاصلتون رو با اون ایمن کنین. علت این گاز اینه دیگه. و شما اگر لیمیت هر جا 50 مثلا اینجا
اگر یه ماشین هم داره با 50 تا یا 40 تا بغل شما میره، میتونید تا 57 سرعتتون اضافه کنید و برین جلوش. نمیتونید شما ترمز بکنین اگر اون 50 شما هم 50 سرعت رو بکنین 40 بیاین پشتش. دلیلش هم اینه که یه کار خطرناک کردین. چرا؟ چون ممکن است پشت به شما تصادف بشه، ممکن هم هستش که ترافیک ایجاد کنید. در اصل چنج لین همیشه شما سرعت رو اضافه میکنین، نه کم، مگه اینکه در مواقع استثنایی. مواقع استثنایی هم این هستش که شما دارید خروجی رو رد میکنین، باید دیگه چنج لین رو انجام بدین. اونجا یه ماشین در کنار شما هست، اگر گاز بدید شما اون چهارراه رو رد میکنین. بهتره که باز ترمز هم نمی‌کنیم، ما پاتون از رو گاز بردارین، سرعتتون کم میشه، فاصلتون ایمن میشه و میاین پشت اون ماشین. فقط توی مسیر حواستون به چراغای زرد و اینا باشه که چون 3-4 تا چهارراه رو شما باید مستقیم بیاین دیگه. یه وقت حواستون نباشه چراغ زرد و قرمز رو رد کنین. ببینین چک اطراف، اسکن چهارراه‌ها، چک شولدر مهم هست ولی 10% مهمه. 90% این مهمه که شما حواستون به تغییر رنگ چراغا باشه. اینه که فوکوستون رو بیشتر بذارین روی چراغای راهنمایی، بیشتر اونا رو نگاه بکنین. حالا یه اسکن از دست بدین اشکال خاصی نیست، یه نمره از دست بدین. ولی یه وقتی چراغ زردی که شما فاصلتون ایمنه، ماشینی از پشت سر نمیاد، سرعتتون اندازه است، میتونید توقف کنین، یا چراغ قرمز یه وقت رد کنین، اون دیگه در واقع شما 100% فیل خواهید شد. خب من خب به این چهارراه که برسین به شما میگه make a right. نکته بعدی هم میخوام به عزیزان بگم، هر موقع آفیسر از شما خواست به سمت چپ یا به سمت راست برین، اون فاصله ایمنی رو رعایت میکنه. هر موقع به شما گفت change lane to the right یا change lane to the left یا traffic light make a right، یعنی که چراغ راهنمایی رو بریم به سمت راست، شما هم موقع راهنما رو بزنین که فراموش نکنین که راهنما رو بزنین. چون خیلی از ما عادت داریم که وقتی که قراره یه جایی بپیچیم، خب طبق عادتی که از قبل داریم لازم نمیدونیم 200-300 متر زودتر کارو بکنیم، 20 متر مونده این کارو میکنیم. ولی از نظر اینا این ایمن نیست. شما باید زودتر اطلاع بدین که میخواین چنج لین بکنین که ماشینای دیگه به شما راه بدن یا اینکه از تغییر جهت شما مطلع بشن. خب اگه شانس بیارین چراغ قرمز باشه مثل الان و شما ماشین اول نباشین، خیلی راحته. چون بسیاری از دوستا یادتون باشه تو این چراغ قرمزه که فیل میشن. چرا؟ چون چراغ قرمزه، میان توقف میکنن موقعی که میخوان به سمت راست بپیچن. ماشینایی که از سمت چپ میاد تا 120 متر بعد فاصله ایمن رو داشته باشن، هول میشن، فکر میکنن دیر شده، فکر میکنن آفیسر میگه تو بلد نیستی، هول میشن و میرن، یا فکر میکنن قبول شد دیگه تموم شد، در صورتی که اینطوری نیست. خب حالا ما شانس آوردیم چراغ سبزه، به رایت میپیچیم، قانون چراغ سبز به سمت راست، توقفی نداریم مگه اینکه آبری وجود داشته باشه. اگه آبر بود توقف میکنیم، اگر نه بدون توقف با سرعت ایمن شولدرمون رو میبینیم و میپیچیم مثل همین الانی که این کار رو کردیم. خب سرعت سریع میرسونیم به 50. یادتون باشه که بعد وقتی شما مسیر ماشینتون مستقیم میشه، سریع سرعت رو به ترافیک برسونیم. اولین چهارراه که برسین بهتون میگه make a right. حالا منم اینو میگم به محض که گفتم راهنما رو میزنید traffic light make a right. یه شولدر نگاه میکنین، میایین تو لاین سمت راستتون. خیلی مراقب این کسایی که دارن کار کانستراکشن و تعمیرات میکنن باشین، بالاخره اینا
یه ذره نترس‌تر از آبرای دیگه همینجوری میان داخل و از موقع چون دارن کار کانستراکشن میکنن. اوکی، چراغ قرمزه. قانون چراغ قرمز: استوپ 3 ثانیه، چه خلوته چه شلوغه، چه کسی هست چه کسی نیست. این استوپ برای آبره. رول میکنیم جلو، ماشین نیست، شولدرمون رو میبینیم و به سمت راست میپیچیم. خب دوباره برگشتیم تو همون خیابونی که شروع کرده بودیم. سرعت اینجا 30، هیچ نکته دیگه ای نداره، فقط سرعتتون اونجا حواستون باشه 30 انجام بدین. هنوز امتحان شما تموم نشده، هنوز 2 تا استاپ ساین دارین. اینجا مواظب آبر باشین. به اینجا که برسین میگه استاپ ساین میک لفت، آینه، راهنما، شولدر. خب بهتره که یه اصطلاحی اینجا ما به کار میبریم، بهتون بگم دیگه. اصطلاحش هست آرش: آینه، راهنما، شولدر. شما هر موقع که راهنما میزنین آینه و شولدرتون هم باید در نظر بگیریم. خب این ماشین برای خودش توقف کرد، ما هم میریم خودمون. دوباره استوپ 3 ثانیه. تاکید میکنم این استوپ برای آبر پیاده است، خبری نیست. شولدرمون رو میبینیم و میریم. دوباره روبر اون یه استوپ هست، استوپ آلوی هست. یه مقدار سایزش بزرگ و عجیبه، مواظب باشین که ردش نکنین. من به همه دوستان میگم کسی که بلد پاش رو ترمز نگه داره و 4 بشماره، این استوپ ساینا رو یاد میگیره، خیلی سخت نیست. استوپ، چپ، راست، مستقیم، 1 2 3 4 و حرکت. خب به مرکز نزدیک میشیم. اینجا که برسین به شما میگه که make a right. اینجا هیچ تابلویی نداره، انگار چراغ سبز رو به سمت راست میپیچین. سرعتتون رو کم میکنین. اگه آبر نیست زودتر شولدرتون رو میبینین و آروم میپیچین توی مرکز. خب آخرین خان یک استوپ رگولار یا فریب اصلی هستش. شما میرین توقف کامل میکنین، دوباره پشت استوپ، چپ، راست، مستقیم. معمولا شما رو مستقیم میبرن. اولین خروجی نه، دومین خروجی نه، سومین خروجی. رایت، راهنما، آینه، شولدر. سرعتتون اینجا باید 15 باشه. وقتی هم که میایین اینجا دیگه از شما میخواد که با سر ماشین تو پارک کنین. تو هر کدوم این جایگاه دوست دارین با سر ماشین رو پارک کنین. یه راهنما میزنین، از فضاتون استفاده میکنین و میرین توی یه دونه از این جایگاه ها با سر ماشینتون رو پارک میکنین. خیلی عالی. امیدوارم که این ویدیو بتونه به دوستان از من کمک بکنه که با بار اول تو امتحان فول جی دانزویو قبول بشن.